دخترها را فهمانین، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا. خدا گفت حجاب فرضه، پوشانیدن سر، پوشانیدن پیشی بر، گردن برای زن مسلمان خدا گفت حتمی است. اینا گفتن نه، این حتمی نیست. دختر تاجیک باید سرش لج باشد، گردنش عریان باشد، پیشی برش لج باشد. این است لباس ملی ما لباس خدا در کار نداریم. اینی چی میگن؟ تجاوز از حدود خدا میگن و یتعدى حدوده. همین است. خدا در قرآن یدنین علیهن من جلابیبهن میگه که ای زنی مسلمان بالای سر چادر پرداکی بدنی تو را، موضع های حساسی بدنی تو رو پنهان کنه از چشم مردی بیگانه. اینها میگن نه، لباس تنک پوش، لباس جفت تن پوش، برای که همه جا نمایان شما ما تماشا کنن مردم. چی میگن؟ و یتعدى حدوده، از حدود خدا بیرون رفت، قانون خدا را پایمال کرد.